كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای کسانی که ایمان آوردید، بر شما روزه مقرر و نوشته شد همچنان که قبل از شما بر پیشینیان شما نوشته شده بود. در یک کلام فلسفه روزه گرفتن رو توضیح میده که چه در ادیان پیشین و چه در اسلام و قرآن عبارت است از تقوا. یعنی گامی، قدمی برای تقوا. و یک آیه اون طرفتر: شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، ماه رمضان که در آن قرآن فرو فرستاده شده است، هدی للناس، یک نوع هدایت و راهنمایی برای مردمان، و بینات من الهدی و الفرقان، و نشانه های بینه هایی از هدایت و فرقان. فرقان یعنی مرزبندی، یعنی جداسازی، یعنی تمیز دادن، تشخیص دادن. فمن شهد منکم الشهر فلیصمه، پس آن که دریابد این ماه رو میباید که روزه بدارد. و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر. حال اگر مریض و یا در سفری باشد، به جای آن شماری از ایام دیگر، زیرا یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، زیرا خدا اراده کرده است سهولت و گشایش را برای شما و نه سختی و تنگنا را. ولتکملوا العده، تا اینکه روزها رو به پایان برسانید. و لتکبروا الله علی ما هداکم، و بزرگ شمارید، بزرگ بدارید، بزرگ بدانید خدا رو بر آنچه که شما رو به اون راهنمایی و هدایت کرد. الان یکی از برادران داشت در صحبت‌های قبل از تنفس میگفت که کسانی رو که در اینجا هستند، ای بسا که خدا دوست داشته و بهشون نعمت داده یا اونها رو برگزیده برای انجام یک مأموریتی، رسالتی، برای بردن یک پیام. ولتکبروا الله علی ما هداکم، و بزرگ بدارید و بزرگ بشمارید خدا رو بر آنچه که شما رو به اون هدایت کرد. ولعلکم تشکرون، شاید که شاکر و سپاسگزار گردید، حق شناس گردید. و اذا سألک عبادی عنی، پس آنگاه که بندگانم مرا از تو بپرسند، آنگاه که بندگانم مرا از تو جویا شوند، فانی قریب، بگو که نزدیکم. اجیب دعوت الداع اذا دعان، اجابت میکنم دعا و فراخوان خواننده را هر آنگاه که بخواندم.
فلیستجیبوا لی، پس می باید که مرا استجابت کنند، ولیؤمنوا بی، و به من بگروند، لعلهم یرشدون، باشد که به رشد و کمال نائل شوند. شروع کرد از این که روزه داشتن گامی، مکانیزمی و کاری برای تقواست. و اینکه در این ماهی که در آن قرآن فرو فرستاده شده است، بیناتی هست برای تمیز دادن بین حق و باطل. لابد که اشارش به شب قدر همچنین خود قرآن و ضد قرآن، خود قرآن و در برابرش جاهلیت و ارتجاعی که در زمان ما در جاهلیت و ارتجاع خمینی متکاسف و متبلور شده. لابد که فرقان شاخص و مرزبندیش هم کسیست مثل علی علیه السلام